یه لحظه وایسا، یه نفس عمیق بکش، چشاتو ببند و فقط گوش کن. تو همین لحظه، بدون اینکه چیزی تغییر کنه، بدون اینکه چیزی اضافه بشه، تو همین حالا هم پر از نعمتی. نه فردا، نه وقتی همه چی مرتب شد، نه وقتی به آرزوهات رسیدی، همین حالا. ولی چرا نمیبینیشون؟ چرا حسشون نمیکنی؟ چون یادمون دادن دنبال چیزای بزرگ بگردیم، در حالی که زیبایی توی جزئیاته. بیا با هم بریم یه سفری به درون خودمون، جایی که نعمت‌ها پنهون شدن ولی همیشه اونجا بودن. حالا میدونی نعمت یعنی چی؟ نعمت یعنی چیزی که بودنش آرومت میکنه، حتی اگه کسی نبینتش. یعنی اون لحظه‌ای که حس میکنی زنده‌ای، حتی بدون دلیل خاص. نعمت یعنی توانایی حس کردن، دیدن، شنیدن، لمس کردن، فکر کردن. یعنی اینکه هنوز میتونی انتخاب کنی، ببخشی، بخندی، شروع کنی. نعمت یعنی بودن، همین بودن ساده، همین لحظه بی ادعا. چرا نمیبینیمشون؟ چون ذهنمون همیشه دنبال چیزاییه که نداریم. چون مقایسه مثل یک دود غلیظه که جلوی دیدمون رو میگیره. چون یاد گرفتیم که داشتن یعنی بیشتر، نه عمیق‌تر. ولی وقتی یه لحظه وای میستی، نفس میکشی و فقط نگاه میکنی، میفهمی که خیلی چیزا هست که همیشه باهات بودن، فقط حواست نبوده. بیا یه تمرین ساده بکنیم. الان، همین الان، 3 چیزی که داری و باعث میشن حس خوبی داشته باشی رو توی ذهنت بیار. نه چیزای عجیب، نه چیزای گرون. چیزایی که واقعی‌ان، ملموسن. مثلا یه حس، یه توانایی، یه لحظه خاص. وقتی اینا رو ببینی، یه چیزی توی دلت روشن میشه. یه نور کوچیک ولی واقعی. لحظه حال جاییه که همه چی اتفاق میفته. نه دیروز، نه فردا. همین الان. اگه بتونی توی این لحظه آروم بگیری، اگه بتونی ببینی چی داری، اون موقع است که میفهمی چقدر غنی، چقدر پر از چیزایی هستی که هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. و اون موقع دیگه دنبال چیزای بیرونی نمیگردی که خوشحالت کنن. چون خوشبختی همینجاست. اگه تا اینجا با من بودی، یه کار کوچیک ولی مهم انجام بده. یه لیست بنویس، یه لیست از چیزایی که همین حالا داری. نه برای کسی، نه برای نمایش، فقط برای خودت. هر روز یه چیز جدید اضافه کن. کم کم میبینی که چقدر پر از نعمتی. و اون موقع دیگه منتظر نمیمونی تا چیزی بیاد که خوشحالت کنه. چون میدونی تو همین حالا هم پر از نور، پر از زندگی، پر از نعمتی. فقط باید بخوای که ببینیشون.